Murat Onalmış, Birce Akalay, Salan Soyder, Arman Okay, Görkem Kambolat Arsalan, Levent Yilmaz, Ayşegül Günay, Salma Kutlu, Olvi Alıca Kaptan, İpek Erdem, Yilmaz Calayir, Harvin Onalp, Kıvanç Kilinç, Ferdos Budol, Arhan Duran, Oğur Aslan, Tora Kaftancıoğlu ve Eşil Yücesoy. Müzik Aytekin Ateş. نویسندگان فیلمنامه ایلم جان پولات و سما ارگنکون. تهیه کننده شکرو افشار. شمیم عشق. بلا به دور باشه. خیلی ممنون. اینو خانم فرستادن، گفت که به حرفاش خوب گوش بدی. این دیگه چیه؟ این دیگه چیه؟ این چیه؟ تا بهت نگفتم از اینجا تکون نمیخوری. منم ترتیب کارهای خروج از کشورتون میدم. اون اسلحه رو بده، زودتر از شهرش خلاص شیم. جون بکن، به اندازه کافی تو دردسر انداختیم. اول باید برم حوا رو ببینم. مگه دیوونه شدی؟ ها؟ بیرون دارن همه جا دنبالت میگردن، هر لحظه ممکنه دستگیر بشی. اگه هرچه زودتر از کشور خارج نشی بازم برمیگردی تو زندون. قبل از دیدن هوای جنمی حالا دیگه فهمیده کی دوستش داره. شاید اونم با من بیاد. نمیذارم دست یوسف بهش برسه. داری با جونت بازی میکنی پسر. عادل یه چیزی به این دیوونه بگو. من گفتم مهمت خان، پاک زده به سرش. حواستو جمع کن عادل. من گفتنی رو گفتم. اگه تو هم نبری من خودم میرم. مگه تو نای بلند شدنم داری؟ ها؟ گفتم اسلحه رو بده. اون اسلحه ضمانت منه. امروز فردا از جام بلند میشم. تو هم برای دیدن هوا کمکم میکنی. اگه بگی نه منم اسلحه رو با خودم ور میدارم میبرم میدم به پلیس ها. میگم اسلحه واسه مهمت آنجیوغلوه. میگم منو مجبور به این کار کرده. بعدش هم فرار کرده رفته خارج. خدای دخترم از تو میخوام، دیگه چیزی نمیخوام.
مامان جونم، یادت میاد کوچولو بودیم وقت نمیگذشت و حوصلمون سر میرفت، شما میگفتی چشماتون رو ببندی، زمان این برق و باد میگذره مامان جان. حالا شما هم چشماتو ببند، من بهت قول میدم چشماتو که باز کنی خواهرم سالمه. عمل تموم شد، وضعیتش چطوره؟ تمام تلاشمونو کردیم ولی هنوز خون لخته شده تو مغزش هست. برای اینکه عمل رو ادامه بدیم باید خونریزی رو کنترل کنیم. با این شرایط ممکنه نتونه جراحی رو تحمل کنه. یعنی چی دکتر؟ یعنی بازم باید دخترمو عمل کنیم؟ برای اینکه مغزش دچار آسیب نشه حتما باید عمل بشه. فعلا مصدوم رو میخوابونیم. 24 ساعت آینده خیلی براش مهمه. خدایا خواهر این همه مدت برای گرفتن این خبر صبر کردم. خدا جون دخترمونو بهمون ببخشی. خدا بسیار خوب آقای دکتر، به نظرتون بهتره بگه بیمارستان دیگه ببریمش یا چه میدونم هوا رو منتقل کنیم به استانبول؟ تصمیم با شماست آقای چنار، ولی من میگم تا فردا صبح صبر کنیم. هر جای دیگه هم بخواید برید همینو بهتون میگم. یعنی هیچ کاری از دستمون بر نمیاد؟ دعا کنید، خانم هوا بهتون خیلی احتیاج داره. با اجازه من برم. حالت خوبه عزیزم؟ بذار صبح بشه، مطمئناً همه چی درست میشه. آره درست میشه، همه چی مثل قبل میشه. منم هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. خدای من، اگه قراری دخترم چشاشو باز نکنه دیگه جون منو بگیر. یه بچه‌مو به خاک سپردم دیگه، طاقت دومیو ندارم. خدایا این همه امتحانم میکنی بستم نیست؟ اومدی پسرم؟ بلا بدورمو. ممنون پسرم، خوش اومدی. بلا بدور. ممنون. شما چی شده نمو؟ این چیه؟ چی میخواستی بشه؟ یکی از اون تیرایی که اون عوضی شلیک کرد قسمت من شد. خدا رو شکر به خیر گذشت. خدا خیلی رحم کرده. همینطوره. یوسف چطوره بابا؟ گلوله ها به شکمش خورده، یکی از کلیهاشو داغون کرده، کلیهشو با جراحی برداشتن. خدا لعنتت کنه. اون عوضی چه مرگش بود؟ چه میدونم چه مرگش بود. میدونی که نه از پسره نه از باباش خوشم نمیومد. تو هم دستشو گرفتی آوردی پیشمون. عمو جان اگه میدونستم قضیه چیه که نمی آوردمش. وقتی بابام گفت داشتم دیوونه میشدم. ولی نگران نباشین، خودم اون عوضی رو پیداش میکنم و به سزای عملش میرسونم. مهمت پسرم، مبادا یه وقت دست به یه کاری بزنی. تنها کاری که میتونی بکنی اینه که به پلیس خبر بدی اون ولگرد کجا میتونه باشه، کدوم سوراخ قایم شده و سراغ کی ممکنه رفته باشه. بذار بقیه خودشون کارشونو بکنن. من که چیزی نمیدونم ولی یه کاریش میکنم. چی کار کردی؟
تونستی به تشییع جنازه برسی؟ نه نرسیدم. چقدر بدشانسی؟ هم از اینجا موندی هم به تشییع جنازه دوستت نرسیدی. شانس منه دیگه بابا. جوون بود داره؟ تصادف کرده بود؟ مریض بود. پسر این دست گل بود. چه میشه کرد؟ انشالله خدا بیامرزتش. بلا به دور باشه. ممنونم. خیلی ناراحت شدم تا شنیدم اومدم، ولی فقط به خاطر تو ناراحت شدم. ظاهرا فقط یوسف و حوا سوختن. ولی این آتیش دامن تو رو بیشتر میگیره. منم از این میترسم که هیچ کاری نمیتونم بکنم. الان یوسف شوهر منه. تو هر آتیشی که اون بسوزه منم پا به پاش میسوزم. پیش دوستامم دیر میام. نه از استانبول فروشنده اومده جنس میخرم. منتظر نمون. از استانبول فروشنده اومد. حوا نرو تو رو خدا. حوا تنام نسار. داداش جنید، حالت خوبه؟ خبری از مهمت نشد؟ فهمیده به این آدم امیدی نیست. خودم باید یه فکری به حال خودم کنم. جنید دیوونه بازی در نیار، بگی بخوام. عادل من باید همین الان حوا رو ببینم. امان دست تو حوا، مهمت میبرتت، یکم صبر کن. نمیتونم صبر کنم عادل، نمیتونم صبر کنم. عجب آدم زبون نفهمی شدی یا خجالت نمیکشی؟ مگه عجلت اومده؟ عجله من نه، ولی فکر کنم عجله حوا سر اومده. تو خواب دیدم تو بغل خودم مرد، تو بغل خودم مرد عادل.
خواهرم. خواهر عزیزم، یادت میاد وقتی داداشمونه داشتیم به خاک میسپردیم به هم قول دادی؟ گفته بودی بعد از تو میمیرم، نمیذارم دیگه داغ تحمل کنی. اون موقع خیلی کوچولو بودی، با اینکه نمیدونستی مردن چیه، طعم جدایی رو خیلی زود چشیدی. خواهر جون، حالا سر قولی که تو 7 سالگی به هم دادی بمون. هنوز 1 سال نشده که بچه‌مو از دست دادم. تو رو خدا تنهامو نذار، تو رو خدا، به خاطر مامان، به خاطر من طاقت بیار. خواهش میکنم بابا، خواهش میکنم نمیر. وقتی کوچیک بودیم با توپراک رو تراس وای میستادیم و به این فکر میکردیم از تو بالون چطور دیده میشیم. بچگی دیگه. حتی یه پسر بود به نام آقا مصطفی، خودش بالون داشت. یه روز صبح به همون قول داد، گفت همتون جمشین بیاین. ما هم کلی ذوق کردیم و راه افتادیم. وقتی رسیدیم پشیمون شده بودیم، خیلی ناراحت شدیم، عصبانی هم شدیم، حتی گریه هم کردیم. بعد دوباره کارمون شد تماشای بالون از رو تراس. من بیشتر دوست داشتم تپه های ایلا رو ببینم، ولی با این شرایط فکر نکنم قسمت بشه. این بار غیر از تشکر کردن از شما کار دیگه ای نمیتونم بکنم. یعنی کار دیگه ای از دستم بر نمیاد. هر وقت باهاتون روبرو میشم تو زندگیم اتفاقای خوبی میفته. اینجا محل عشاقه، به اندازه عشقمون بزرگه. از این عشق چشم و دلم کور شده. چرا نمیفهمی؟ دلم اسیرت شده. همه این کارا رو به خاطر از دست ندادن تو انجام دادم. اگه بشه بازم انجام میدم، چون دختری که دوست داری عاشقته. تو رو بیشتر از هر چیزی توی این دنیا دوست داری. فقط تو رو دوست داری. من تو رو درک میکنم، تو هم منو درک میکنی.
بفرمایید. دقیقاً همون اتفاقی که قرار گذاشتیم میفته، درسته؟ مشکلی که پیش نمیاد آقای دکتر. نگران نباشین حمیت خانم، نگران نباشین. آقا خیلی استراحت کردم دخترم، میرم بیمارستان، نگران یوسف شدم. آقا صبحانه رو بالا آماده کردم، با شکم گرسنه که نمیشه قرص بخوریم. نه سر راه یه چیزی میگیرم میخورم، تو نگران نباش. پس من میرم مراد بیدار کنم شما رو برسونه بیمارستان باشه؟ خیر، مزاحم مراد نمیشم، این چند روز خیلی خسته شد، بذار استراحت کنه. من زنگ زدم تاکسی. چشم آقا، ما هم یکم دیگه میاییم، اگه چیزی لازم شد زنگ بزنید. بشین پسرم، تو رو میگم کجا بریم. چشم آقا. کیه؟ منم. هنوز خوابیده. لعنت به تو. بیا بیرون، کارت دارم. دنبال اسلحه میگردی؟ میدونی کجا قایم کرده؟ از کجا بدونم؟ تمام شب سراغ تو رو میگرفت، یه بار بلند شد که بره جلوشو گرفتم. مهمت خان هر کاری میتونی بکن، این یارو بره اون دختره رو ببینه، از شرش خلاص شیم، دردسر میشه، بدبخت میشیم به خدا. آقا مهمت، منم از همین میترسم. گفتم بهش کمک کنم، حالا خودم گیر افتادم. ببین عادل، باید جلوی این اتفاقا رو بگیریم. آخه چطوری داداش؟ من هیچی نمیدونم، مغزم تعطیله، برای همین ازت یه خواهشی دارم. نه تو رو خدا از من چیزی نخوا. درسته جنید مثل برادرم میمونه، ولی خانمم تا صبح سراغمو میگرفت، براش کلی دروغ سرهم کردم که اینجا بمونم. تو رو خدا یه نفر بذار بالا سر بچه‌ام باشه. منم به خاطر اینکه بچه‌هات گشنه نمونن دارم میگم عادل. مگه مغازت اجاره‌ای نیست؟ من یه چک سفید امضا بهت میدم. نمیفهمم. فهمیدنش زیاد سخت نیست. اگه این اسلحه پیش جنید بمونه بازم حماقت میکنه. این بار معلومه میشه که آسیبش به کی میرسه. اگه رفیقتو دوست داری هر طوری شده اون اسلحه رو پیدا کن. منم مشکل مغازت رو حل میکنم. ممنون پسرم. یلماز سبیها چند لحظه بیا بیرون.
خیر باشه. مگه من و تو قرارمون این بود؟ قرار بود دوروبر خانواده‌ام پیدات نشه. چی شد بعد از این همه سال قولتو زیر پا گذاشتی؟ مگه من غریبم یلماز؟ هیچ میدونی وقتی شنیدم تیر خوردی چه حالی پیدا کردم؟ داشتم جون به لب میشد. آخه اینها به تو چه مربوطه؟ این چه حرفی میزنی؟ حالا دیگه گناه کردم نگرانت شدم؟ من دارم با درد پسرم آتیش میگیرم، اون وقت تو چی برام تعریف میکنی؟ منم به فکر پسر خودم هستم یلماز خان. اگه اون گلوله درست به قلبت میخورد پسر منم یتیم میشد. این همه ساکت موندم، هر چی دادی گفتم خدا ازت راضی باشه. جایی خدمتکارم گذاشتی این صدام در نیومد. ولی دنیا به کسی وفا نداره. خواهش میکنم منو اینطوری مجازات نکن. اسم فامیل تو به پسر منم بده. قبل از مرگت به فکر پسرت باش. خدای من، نمیدونم برای چی ما رو صدا زدن. هرچی باشه رئیس بیمارستانه، قرار نیست اون بیاد سراغ ما. بذار حرف بزنه، خب میفهمیم دیگه. شاید خبرای خوبی داشته باشه مامان جان. دکتر گفت اگه امشب خوب بگذرونه فردا میبریمش بخش. الان رفتم بخش مراقبت‌های ویژه، نبود. حتما خواهرمو بردن تو بخش دیگه. ایشالله دخترم، ایشالله. احتمالش هم هست که اگه وضعیت هوا خوب شده باشه به همون خبر میدن و برای عمل ازمون اجازه میگیرن. دکتر ما شب خیلی بدی داشتیم. ایشالله که میخوای خبر خوشی راجع به دخترم بهمون بدی. دخترم چطوره؟ بهتره دکتر؟ میشه الان ببینیمش؟ شما رو صدا کردم چون که چی؟ دخترم کجاست؟ حوای من کجاست؟ پسرم، حالت چطوره؟ حالت چطوره عزیز دل؟ بهتر شدی مگه نه؟ فهمیدی؟ یوسف، عزیزم گفتنش خیلی سخته اما متاسفانه هوا رو از دست دادیم.
پسرم، تقدیر الهیه. خیلی تقلا کردی یوسفم، تو رو خدا. آیا یوسف خواهش میکنم دکتر به دادم برسی، بچم داره از دست میره. خدایا کمکم کن یوسف کمکم کنید، پسرم داره از دست میره. پرستارا دکتر کمک کنید. از دیروز تا حالا تمام سعیمونو کردیم ولی متاسفانه با تمام تلاشی که کردیم نتونستیم حوا خانمو نجات بدیم. دختر نازنینمو کشتن. ای خدا تو حالت خوبه؟ ای خدا کن نداره. خواهر من نمرده. ای خدا ای خدا خدایا جونمو بگیر. ای خدا من مادرم. برای چی اومدیم اینجا؟ مگه چه شده؟ لطفاً آروم باشین، یکم دیگه میبرین. برای چی میبرینش؟ آخه دارین کجا میبرینش؟ جلال خان خواهش میکنم به دل نگیری، هنوز شوک است. تازه از مرگ حوا با خبر شده. چی؟ حواستو جمع کن عادل، بهترین فرصت زندگی تو بهت میدم. اسلحه رو پیدا کن، مغازه مال خودت میشه. فهمیدی؟ بی خیال مهمت خان، من رفیقمو به مال دنیا نمیفروشم. تا همین حرفا رو ول کن، یه کاری کن جنید بتونه حوا رو ببینه داداش. پس حرف آخرت همین آره؟ منو باش فکر میکردم برخلاف ظاهرت عاقلی. گفتم بس سبیها بس. داد و هوار میکنی ولی میدونم دل مهربونی داری، نمیذاری کسی که از خون خودت دچار مشکل بشه، وگرنه این همه سال سایت مخفیانه بالا سرمون نمیموند. حالام چیزی عوض نمیشه، هیچی عوض نمیشه. این راز رو هم با خودمون به گور میبریم. نمیتونم یلماز خان، سالها ساکت موندم به خاطر آرامشت، به خاطر اینکه زندگیت به هم نخوره. تمام قصه هامو تو دلم ریختم، ولی میبینی که دنیای بیوفاییه. نمیتونم همش نگران این باشم که بعد از من پسرم چی میشه. ساکت میمونی سبیها، ساکت میمونی.
نمیخوام تو این شرایط گذشته ها رو بیرون بریزم و آرامش خانوادم رو به هم بریزم. ما هم خانواده تو این یلماس. نه خیر، شما هیچ وقت خانواده من نبودین و نمیشین. اینو تو مغزت فرو کن سبیها. با پشت کردن به من از گذشتهات خلاص نمیشی یلماس خان. اگه اسم فامیلتو به پسرم ندی ازت نمیشه. چی شد یه دفعه به این فکر افتادی؟ مگه من و تو قبلا در این باره حرفمونو نزدیم و به توافق نرسیدیم؟ نرسیدیم. وقتی شنیدی حاملم راه تو کشیدی و رفتی، حتی ازم نپرسیدی من چه فکر میکنم و چی میخوام. بزرگترین اشتباه تو هم همین بود. به موقع به هم نگفتی حامله شدی. اگه به هم گفته بودی ماجرا به اینجا نمیکشید. خیلی زود جلوشو میگرفتم. یعنی جون یه بچه بیگناهو میگرفتی، اونم بچه خودتو. سبیها، بزرگترین گناه من تویی. اشتباه جوانیمو تمام عمر رو دوشم گذاشتی، حالم اومدی جرم واسطی و ازم حساب پس میگیری؟ من که به زور با تو نبودم. خیلی خوب سبیها، خیلی خوب. ما هیچ حرفی با هم نداریم. راه من مشخصه. خانواده و زن و بچه‌م هم همینطور، فهمیدی؟ یا این زندگی همینطور ادامه پیدا میکنه یا هرچی که تا امروز بهت دادم ازت پس میگیرم. همین. جو؟ چرا عصبانی شدی؟ مادر خیر باشه، چی شده؟ هیچی نشده. تو تازه اومدی؟ آره، چرا انقدر آشفته شدی؟ چقدر این سگ تو داد و هوار کرد. منم فکر کردم اتفاقی افتاده. آره میدونم. چیه بازم سر صبحی نون خشکارو جمع کردی واسه سگت آوردی؟ واسه پرنده ها آوردم. چیزایی که خواسته بودی آماده کردم. بیا بریم تو. بریم. چطور حالش بهتر شد؟ عزیزم یه مسکن بهش تزریق کردن، خوابید. خوبه. من بادر رو میبرم خونه یکم استراحت کنه. از دیروز تا حالا خودشو هلاک کرد. بابا من پیش شوهرم میمونم. دختر عزیزم زنده باشی گلم. وقتی پسرم چشماشو باز میکنه باید چشمای همسرشو ببینه. برای چی باید بمونی باده؟ ها؟ که داغ نامزد سابقش رو از دلش در بیاری؟ بابا یوسف شوهر منه، به من احتیاج داره. جلال خان حق با باده است. شما هم حق دارین. باده دختر شماست. اما پسر من روزای سختی رو میگذرونه. میبینید که داره برای زندگیش تخلا میکنه. بعدش هم دختری که مرد. درسته هیچ وقت تاییدش نکردم اما به هر حال نامزد سابقش بود. وقتی یه دفعه همچین اتفاق غیر منتظری پیش اومد پسرم طاقت نیاورد. هر چقدر شما نگران پسرتون هستین منم به عنوان پدر باده به فکر دخترمم. این اتفاقات برای اونم سنگین بود. برای همین اگه شما دخالت نکنین ممنون میشم. بابا تو اگه خسته شدی میتونی بری و استراحت کنی، چون تا وقتی یوسف اینجاست من از اینجا تکون نمیخورم.